سلام به شما. خب امروز میخوایم بریم سراغ یه سوال مهم و گاهی راستش یکم حساس. وقتی پدر و مادر از هم جدا میشن، توی سنت اسلامی سرپرستی بچه‌ها یعنی حضانتشون با کیه؟ موضوع پیچیده‌ایه واقعاً. ریشه‌های فقهی عمیقی داره. دقیقاً خیلی موضوع مهمیه. ما برای این بررسیمون یه منبع اصلی داریم، یه رساله کارشناسی ارشد از دانشگاه خرطوم. عنوانش هست حضانت الطفل فی الفقه الاسلامی. این رساله اومده قرآن، سنت پیامبر و نظر مذاهب اربعه یعنی مکاتب اصلی فقهی رو بررسی کرده. آها، و هدف ما اینجا چیه؟ اینه که یه جورایی چکیده و نکات کلیدی این تحقیق رو برای شما در بیاریم. میخوایم ببینیم اصولاً کی حضانت رو میگیره و چرا، اولویت‌ها چیه، شرایط چیه. یه بررسی سریع اما خب دقیق برای شمایی که دنبال درک بهتر این موضوع هستیم. خب، از اول شروع کنیم. اصلاً حضانت یعنی چی؟ ببینید جالبه که ریشه لغوی حضانت یعنی تو لغت به معنی در آغوش گرفتن هستش، ولی خب تو اصطلاح فقهی خیلی معنیش وسیع‌تر از صرفاً مراقبت جسمیه. یعنی شامل تربیت بچه میشه که بهش میگن تربیه، بعد حفاظت از اون یعنی حفظ، و از همه مهمتر تأمین منافع و مصلحت کودک، همون مصلحت از صغیر. یه مسئولیت کامل در واقع. پس فقط این نیست که کی بچه رو نگه داره، بحث تربیت و حفاظت و درسته آینده بچه هم مطرحه. حالا سوال اصلی اینه، معمولاً اولویت با کیه؟ مادر یا پدر؟ ببینید تقریباً همه مذاهب بزرگ فقهی اتفاق نظر دارن. میگن تو سالهای اول زندگی بچه اولویت با مادره. البته خب به شرطی که مادر شرایط لازم رو داشته باشه. چه شرایطی مثلا؟ یعنی مادر باید یه ویژگی‌های خاصی داشته باشه؟ بله، شرطهای مختلفی است. ولی یکی از مهمترین‌هاش که خیلی روش تاکید میشه اینه که مادر ازدواج مجدد نکرده باشه. به خصوص اگه با مردی ازدواج کرده باشه که خب فامیل نزدیک بچه نیست. اصطلاحاً بهش میگن اجنبی. آها، یعنی یه مرد غریبه وارد زندگی بچه نشه. دلیلش چیه؟ منطقش اینه که از بچه محافظت بشه. یعنی ممکنه تضاد منافع پیش بیاد یا اون ناپدره خب توجه لازم رو نداشته باشه. یه حدیث خیلی معروف هم از پیامبر هست که به یه زنی گفتن انت احق بهی ما لم تنکحی، یعنی تو تا وقتی ازدواج نکردی برای حضانت بچه سزاوارتری. چه جالب. نکته خیلی مهمیه. ولی شما مدام میگین مصلحت کودک. این انگار خیلی کلیدیه. یعنی همه چی حول این میچرخه؟ دقیقاً کلید ماجرا همینه، مصلحت الصغیر، یعنی بهترین منافع و رفاه کودک. این اصل از هر چیز دیگه ای مهمتره، حتی از حق پدر و مادر. اگه یه جای حق پدر و مادر با حق بچه تعارض پیدا کنه، حق بچه مقدمه. خب این خیلی مهمه. ولی تشخیص این مصلحت همیشه آسونه؟ یعنی پدر یه چیز بگه مادر یه چیز دیگه؟ نه، راستش همیشه آسون نیست. تشخیص مصداقش تو عمل میتونه چالش برانگیز باشه، ولی چارچوب فقهی تاکیدش اینه که هدف نهایی باید همین باشه، تأمین مصلحت کودک. بسیار خوب. حالا این حضانت مادر که گفتیم اولویت داره، تا کی ادامه پیدا میکنه؟ سن مشخصی داره؟ اینجا یه مقدار اختلاف نظر هست بین مکاتب فقهی. مثلا مذهب حنفی رو اگه ببینید، معمولاً میگن حضانت پسر تا 7 سالگی با مادره، دختر تا 9 سالگی یا حالا تا بلوغ. ولی خب بقیه مذاهب، مالکی، شافعی، حنبلی، ممکنه سنای یکم متفاوت تری رو بگن. پس یه عدد ثابت و قطعی برای همه جا نیست؟ نه دقیقاً. بستگی به تفسیرشون از نیازهای بچه تو سنین مختلف داره. حتی یه بحثی هست به اسم تخییر. یعنی وقتی بچه به یه سنی رسید، از خودش بپرسن میخوای با کی زندگی کنی. البته سر خود این تخییر و اینکه تو چه سنی باشه هم باز بین فقها بحث است. آها. و کسی که حضانت رو به عهده میگیره، حالا مادر باشه یا پدر یا هر کس دیگه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه کلاً؟ چند تا شرط اصلی و کلیدی هست که تقریباً همه قبول دارند. اول اینکه بالغ باشه، یعنی به سن تکلیف رسیده باشه، عاقل باشه، سلامت روانی داشته باشه، بتونه از پس مراقبت بچه بیاد، یعنی قدرت و تواناییش رو داشته باشه، و خب امانتدار باشه و آدم درستی باشه، یعنی فسق و فجور علنی نداشته باشه. امانت و عدم الفسق. شرط دین چطور؟ باید حتما همدین باشن؟ این مورد یعنی اتحاد و دین تو بعضی منابر اومده، ولی خب روش اختلاف نظر وجود داره. همه فقها روش اتفاق نظر ندارن. فهمیدم.
حالا یه سوال دیگه، تو اون مدتی که مادر حضانت رو داره، نقش پدر چی میشه؟ یعنی کلاً کنار میره؟ نه، به هیچ وجه. ببینید، پدر همچنان مسئول اصلی خرج و مخارج بچه است، همون نفقه. حتی اگه لازم باشه، باید هزینه کسی که از بچه نگهداری میکنه رو هم بده. علاوه بر این، پدر تو تربیت کلی بچه و ولایت بر اون نقش داره، الولایه. و خب معمولاً بعد از اینکه دوره حضانت مادر تموم شد، اگه پدر شرایطش رو داشته باشه، حضانت به اون میرسه. پس نقش‌ها تکمیل کننده همن. دقیقاً. عالی بود. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع بکنیم، فقه اسلامی میگه تو سالهای اول اولویت با مادره، البته اگه شرایطش رو داشته باشه، مثل ازدواج نکردن با اجنبی. اصل راهنما و مهمترین چیز همیشه مصلحت کودک هست. پدر هم مسئولیت‌های مالی و تربیتی خودش رو داره و حذف نمیشه و در نهایت بسته به سن و جنسیت بچه و نظر اون مکتب فقهی خاص، حضانت ممکنه منتقل بشه به پدر یا ولی بعدی. بله، جنبندی دقیقی بود. نکته کلیدی همین توازنه. توازن بین حقوق و وظایف والدین، ولی همیشه با محوریت منافع بچه. و به عنوان نکته آخر برای شما که دارین گوش میدین، این بحث ما بر اساس مبانی و اصول فقهی بود که تو اون رساله اومده. اما یه سوالی که جای فکر داره و خیلی هم امروزیه اینه: این اصول سنتی امروز تو عمل چطوری دارن اجرا میشن؟ تو کشورهای مختلف مسلمان یا حتی تو جوامع مهاجر مسلمان تو غرب که این رساله هم یه اشاره‌ای بهشون کرده. با توجه به این ساختارهای جدید خانواده، قوانین مدنی متفاوت هر کشور، این اصول چطور تفسیر میشن، چطور تطبیق داده میشن؟ این یه چالشه که خب میتونه موضوع بررسی‌های بعدی شما باشه.